یه سیلی اومدش که اصلا تو دبی بی سابقه بود. از هر جای دبی بگین شما آب میچکید. هنوز اینجا بودم، یه روزشو کامل تو آب بودیم که یه دونه ماشین آتش نشانی، ماشین پلیس، آمبولانس نبود. عایق ایزوگام نداشتن اینا. گیر نریخته بودن تو ساختمونشون. از پله برقی‌ها آب میومد پایین، از آسانسورها آب میومد پایین. شهر کلا 48 ساعت تعطیل بود. چند سال پیش توی شیراز سیل اومدن دور پاسارگاد یه راه‌آبی حفر کردن از 2500 سال پیش برای این احتمال که اگه وقت سیل اومد به این بنا آسیب نرسه. الان تو این قرن، تو این سال 2025 هنوز دبی نتونست آب سطحشو مهار کنه. تو یه بارونی که یه نصف روز اومد تو این کشور کلا تعطیل شده بود. ما شاید تو تکنولوژی از دنیای خود عقب باشیم ولی تو اجرا واقعا حرف واسه گفتن داریم، مخصوصا تو صنعت ساختمون.